دوستان سلام. تو این ویدیو اومدیم که در مورد تکنیکال کلاسیک خط روند و یه سری از نکاتش رو بگیم. این همونجوری که از عنوان ویدیو مشخصه، خط روند و این ویدیو برای این نیست که من توضیح بدم اصلا خط روند چیه، چجوریه، چجوری میکشن. حالا یه خورده میگیم ولی به صورت پایه توضیح داده نمیشه. اگه شما بخواد یاد بگیرید که اصلا خط روند رو چجوری میکشن، برید از هوش مصنوعی بپرسید، سرچ کنید. اگه هنوز ابتدایی مباحث رو بلد نیستید. خب برای خط روند همونجوری که اینجا میبینیم یکی کاربرد خط روند رو داریم که یک کاربرد فرعیشه. تقریبا مثلا کسایی که توی یه بازار گم میشن با کشف خط روند میتونن بفهمن کجای بازارن. یه نکات ریز داره. مثلا الان ما اینجا چارتیم، حالت الان 4 ساعته که من بیارم. بله. ببین الان ما تو 4 ساعته یکی نگاهی چارت میکنه، میگه اوکی ما چون تو این مثلث قرار تو این مربع قرار داریم، یه بازار رنجی رو داریم. بازار تو یک باکسی در حال حرکت. وقتی بازار توی یه باکس در حال حرکته بهش میگن رنج. خط روند میتونه به شما یک دیدگاه بده که دیدگاه متفاوت تر. در همین بعضی از خط روند برای مشخص کردن روند استفاده میشه. الان مثلا یکی از خط روند اینجوریه، اینجوری میتونی رسم کنی یا میتونی اینجوری رسم کنی. برای این نشون میده که خط روند خیلی وابسته به تجربه است. که آقا شما چقدر تجربه داری، چقدر دیدی که الان خط روند اینجا رو اینجوری رسم کنی یا اینو یک راست به این وصل کنیم. ولی خب ما یه سری نکات داریم که مثلا اینا شما وقتی یه مدت کار کنی گوشه ذهنت اینا رو میبینی که توی خط روند الان مثلا چند تاش با هم مطرح کنیم. یکیش اینه که خط روند رو ما از اینجا که رسم میکنیم، نقطه دومی که خط روند بهش وصل میشه همون رو باید ابتدا بدیم. سعی نکنیم اینو یه جوری قله بعدی تنظیمش کنیم. شما اینو با دومی تنظیم کن بده جلو. اصلا به این فکر نکن که آیا بعدش به جایی خورده، بعدش به جایی نخورده، در آینده چه اتفاقی روش افتیده. وقتی رسم میکنی فقط یه قدم جلوترتون نگاه کن. الکی خودتو گول نزن که آره اینجا این اتفاق افتیده پس بعدی باید رسم کنی. شما هیچ وقت تو حال بازار و تو لایف ترید کردن نمیتونید اینجور چیزی رو تشخیص بدید. الان فقط دارید خودتون رو گول میزنید. پس خط روند یکی از کاربردش اینه که ما بیایم اینجا یه تایم بالاتر اول خط روندی که به چشمون میاد بکشیم که این. حالا یه تایم میریم پایینتر و میگیم اوکی بازار نزولی، نه تو ریز بازار گم نمیشه. یعنی الان اینجا نگاه نمیکنم بگیم اورنج من نمیدونم چه کار کنم. وقتی خط روند از یه تایم بالاتر داشته باشی میفهمی که بازار نزولی، پس خط روند بعدی تو مطابق بازار باید بکش. یعنی خط روند بعدی هم نزولی میکش، یعنی اینجوری میشه. دیگه نمیای از پایین یه جوری اینو به این وصل کنی بگی وای این سعودی دوباره بخوره به این بره بالاتر. نه، الان ما خط روند بالایی رو داریم. یکی از نکاتی بود که ما داشتیم. خط روند اول در مورد ترید روش رو صحبت کنیم. مثلا چرا خط روند چجوری روش ترید، این مثلا داستان این خط دو حالت داره. یکیش اینه که این خط روند رو میبینن که الان بازار یه بار خط روند ما خورده رفته پایین، دوباره اومده خورده، دوباره رفته پایین، پس دوباره بیاد بخوره، دوباره میره پایین. اینجوری صحبت میشه. یعنی این صحبت ابتداییش. پیشرفته ترش اینه که بعد از هر برخورد با خط روند بازار باید یک کف پایین تر بزنه. سقف و کفا رو احتمالاً توی ویدیوهای آموزشی اثبات مانی ما بگیم، ولی الان این کف ما، اگر این روند این کف رو بزنه و برگرده دوباره بخوره به خط روندی که نگهش داشته، اون خط روند یه خط روند معتبره با دارم تو روش سل بزن. اگر به هر فرضی این برگرده بالا، من این از اینجا برمیگرده بالا دوباره بیاد پایین و این پول بک حساب میکنیم و میگیم خب پول بک رو تریدش میکنیم. این یه ترید پول بک. این انواع ترید کردن خط رونده، یعنی یا برخورد به خط روند یا شکست خط روند. برای اینکه ما یک خط روند رو اعتبار بدیم بهش، بگیم آقا من این خط روند من چرا مهمه، این خط روندی که من دارم میکشم آیا درست هست یا نه، یه نمره بهش بدیم بگیم آقا این نمرش 10 شد، من دوست داشتم نمرش مثلا 11 بشه، تریدش نمیکنم. این نمرش 5 شد، من دوست داشتم تا 10 نمره بگیره، تریدش نمیکنم. این نمرش بیشتر از انتظار من شد، این خیلی خوبه، من شاید بتونم با ریسک بالاتری تریدش کنم. من شما اینجا نگاه کنید،
ما یک خط روند مهم. یکی این خط روند رو ما داریم که میتونیم رسمش کنیم. خط روند برای رسمش هم حالا یه نکته که من بگم، تو بعضی از منابع اومده که شما میتونید شادو رو حساب نکنید، یعنی بادی به بادی بکشید، بادی کندل بگیرید به بادی بعدی وصل کنید. خیلی خب، اینا به اینه که وقتی شما بادی به بادی میگیرید یه شکست رو با شادو حساب نکنید، یعنی اگه شادو شکست زدم که شکست خط روند من باید بادی بهش کنم. یعنی الان این خط روندی که من به شادو کشیدم، شادو بزنه میتونیم بگیم شکست، خب ولی وقتی بادی به بادی میکشم دیگه حتما باید بادی بهش کنم، نمیتونی بگی شادو شکستش. من از اونجایی که عادت دارم همیشه با شادو کشیدم، اینجا هم با شادو میکشم، مگر اینکه ما یک شادو خیلی غیر منطقی داشته باشیم، مثلا این. میبینید اگه من خواستم خط روند روش بکشم، از این بالا میکشم و اینجوری میکشم، قرار نیست بگم نه این قلم از اینجا بکشم. این یه سری نکاته که حالا شما به کارتون داشتیم اعتبارش می‌دید. اعتبار خط روند چند تا مورد داره. یکی اینکه تعداد برخورد با این خط روند. اولا خود در مرحله اولیه خط روند با دو تا برخورد اصلا شکل میگیره. به نظر من بهترین برخورد به خرید برخورد سوم، چون برخورد سوم که شکل میگیره بعضی از منابع میگن که آقا شما برخورد سومت که شکل گرفت، این یه اعتبار خط روند رفت بالا، حالا چهارم شکل گرفت رفت بالا، پنجم شکل گرفت رفت بالاتر. ولی من با این موضوع مخالفم. این موضوع اگه شما سبکادی کار کرده باشید به عنوان نقدینگی حسابش میکنن، یعنی میگن شما برخورد سوم که شکل گرفت چهارمی نقدینگیه، یعنی اون قراره که شما استاپ بخورید. پس اگه میخواید با خط روند ترید کنید، یا دو تا خط روند برخورد سوم، دو تا برخورد سوم ترید باشه، یا سه تا برخورد بعدش منتظر شکست یا منتظر تایید یا تاییدیه گرفتن، این حرفایی که بعدن داریم، یا اونجوری عمل کنید. یا ترکیبش کنید با عرضه و تقاضا. مثلا بگید این یک مثلا ارد بلاک، ما میدیم جلو، ارد بلاک با اینجا با خط روند تطابق داره، اگه اومد پایین خورد به ارد بلاک و خط روند با هم، این یک نقطه خیلی مناسبه. من یکی وای میگیرم رو این، از کجا، از جایی که برخورد میکنه حالا من یه خورده بالاتر، تا کجا استاپش هم میزنم زیر. تعداد هم 1 به 1 مثلا، 1 به 2 در نهایت. کلا نرمالش بعدا در مورد تارگت گذاری و اینها صحبت میکنیم، ولی شما اگر تعداد 1 به 2 مناسب هم بتونید بگیرید خیلی عالی، خیلی عالی. شما الان تعداد برخورد رو ما با هم صحبت کردیم، نوع برخورد یه مبحثی داریم به نام اپروچ. ما توی سبکایی داریم اپروچ، ما اینجا میتونیم استفاده کنیم. اپروچ میگه که شما اگر برخورد کرده به صورت شارپ باشه به یه خط روند، چون یه جا تریدش کن بگو این خط روند یه دیواری الان قیمت ازش برمیگرده، نه. اگه قیمت قرار باشه یک کاری رو بکنه از قبل زمینه سازی داره برای اون کار، اگه زمینه سازیشو شما ندیدی اون کارو نکن، اون ترید رو نکن. یکی از بهترین شماتیکا، یه بهترین نوع برخورد با خط روند این حالت، یعنی یک اصلاح قبلش سرعت قیمت گرفته بشه، برگرده اصلاح رو بشکنه یه سقف جدید بزنه و تو بازگشت که پول بکه ما تریدش. این یکی از بهترین کارا. حالا ما برای اینکه اصلا بتونیم یه جا خط روند و تریدش رو ببینیم با هم دیگه، خب خط روند تو گذشته بازار همیشه کار میکنه، خیلی خوشگله. یعنی هر وقت شما این خط روندی رو تو گذشته بازار ببینی همه چی داره سود میده، ولی تو حال اینجوری نیست. شما فکر نکن که اگر تو گذشته سود کردم تو حالم قراره سود کنم. نگاه کنید، این قله، این قله دوم، این کف زده شد، پس این قله معتبره، خط روند اوکیه، قرار نیست بترسیم. رفته پایین، برگشته بالا، رسیده به خط روندمون. اگه من میخواستم با ارد بلاک قاطیش کنم، ارد بلاک من اینجا بود، نرست. آیا من تریدش میکردم؟ حقیقتا خیر، اینجا وارد ترید نمیشدیم این بالا، ولی میتونستیم اینجا وارد ترید شیم. تو پول بک، تو بازگشت، ولی بازم نه. یعنی خیلی شماتیک ایدئالی نیست ولی خیلی خوبه. پس دومی برخورد رو داشتیم، کف رو زدیم، از کف برمیگرده، اصلاح قبلش که کشیدم داشتیم، برمیگردیم بهش میخوریم، یه اصلاح دیگه میدیم میایم بالا، و این یه ترید 1 به 2 احتمالاً اگه حتی ما اینجا وارد میشدیم به استاپمون هم میذاشیم قله قبلی اصولاً، یا پشت ارد بلاک که بعدا یاد میگیریم،
و این دیگه الکیه که من بکشم 1/4 1/5، چون اینا دیگه فقط توی فیلم های اینستاگرام و اینا هست. 1/2 رو بهمون میدن. شما الان اگه اینا الگو رو به برعکسش کنی دقیقا میشه همین الگو. میبینید اینها چیزهایی هستن که اینا الگوهایی هستن که بازار نشون میده که آمادگی داره برای سطح شما. مثلا شما نه یا یه سطح بکش بگو این باید از اینجا برگرده، مثلا تو اینو میای به این وصل میکنی بهش میرسه اینجا، میگی سقف جدید زد، خودش سقف جدید زده، قویه، معتبره، میگیم درسته معتبر. ارده بلاک روش هست؟ بله ارده بلاک نه، ارده بلاک همه جا هست، تا دلت بخواد. چیزی که تو بازار زیاده ارده بلاک. اون پای خورد به ارده بلاک تو تریدتو باز میکنی میره بالا، سقف جدید میزنه، خیر همونو میشکنه میاد پایین. حالا شما از کجا بدونی اینو بکشی یا اینو؟ هیچ وقت اصلا امکان نداره بدونی، مگر اینکه تجربت خیلی بالا باشه، مگر اینکه مولتی تایم فریم کار کنی، یا اینکه بیای تاییدیای آمادگی بازار رو داشته باشی بگیری بگی آقا من با این تاییدیه خوب. اینا نکات کاره که ما میتونیم باش سودده بشیم با خط روند. حتی سرعت برخورد رو گفتیم، نوع برخورد اپروچ رو گفتیم، مکانش رو گفتیم که آقا خط روند ما باید به ارد بلاکی کنه، خط روند ما باید یک جای منطقی چیه. خب ولی وقتی ترکیب بشه متوجه میشید که منطقی چی بود. برخورد به خط رو گفتیم، شکستن خط روندم بگیم آقا شکست خط روند چجوری داره ترید میشه. شکست خط روند من خیلی به این علاقه دارم که شما حتما بیا بر این اساس کار کن که خط روندت که شکست با یک سبک دیگه ادغام داشته باشه، وگرنه خیلی گول میخوری. این الان شکست. یکی از چیزایی که تو شکست مهمه اینه که آقا با کندل بزرگی بشکنه، یه کندل دیگه زیرش بزنه زد، یه پولبک با شادو بزنه بگه آقا مثلا من ضعیف بودم میخوام بریزم زد. تو چه کار میکنی؟ تو همه اینا دیدی با خوشحالی اینجا وارد میشی میگی پولبکشو زد، همه کارشو کرد. استاپ هم کجا بزنم؟ استاپ هم میذارم مثلا این بالا، از این که بیشتر نمیگرده از همون هم بیشتر میگرده، به شما استاپ. ولی اگه بلد باشی به سایر سبکا تطبیقش کنی، خب میتونی ببینیم که آقا مثلا من اولی ارده بلاک که و خب چیز مناسب تر مثلا میاد این. شما میتونید بگید آقای امیر من الان اینجا ارده بلاک رو دیدم، شکست رو دیدم، بازگشت رو دیدم، بعدش نگاه کنی ببینی آیا بازار آمادگی به برخورد با تو رو داشته، میبینی داشته، میگه خب من ترید میکنم و تو اینجا تریدتو میزنی و حداقل یه استاپ اینجوری میخوری. درد داره حقیقتا، چون استاپت که میخوری برای سود میده، ولی خب این اتفاقات تو بازار میفته. با بالا رفتن علم همیشه اینا کم میشه. یعنی آدم که دانشش تو یه دانش خاص، مثلا یه سری نکاتی که اینجوری که الان داره مطرح میشه، وقتی تو همه سبکا داشته باشی میدونی که آها مثلا این بالا خیلی خوشگل تره، اینجا چرا من باید مثلا همچین جایی کار کنم. تو مولتی تایمش میکنی، خودتو به آب و آتیش میزنی، یه فیبوی میندازی، بالاخره میتونی یه سری چیزا رو بفهمی که اینا دارن بهت کمک میکنن. ولی هیچ وقت سعی کنید خودتون رو توجیه نکنید، نگید که خط روند منو اگه من اینو اینجا میکشیدم میخورد به این، من اینجا وارد میشدم استوپا میذاشم این زیر باش اینجا سود به من میداد. نه، شاید تو اگه قرار بوده این کار بکنی، اگه تو همه معاملات این کار میکنی این هفت درست، و هیچ وقت استاپ خودتو توجیه نکن. حداقل وقتی داری با کلاسیک معامله میکنی، معامله گر کلاسیک معامله گری که برای همه استاپاش آمادگیشو داره، میدونه این بازار بازاریه که این قرار استاپ بخوره. برای نکته آخر ویدیو من اینو بهتون بگم. فرضاً ما اینجا میخوایم یه خط روندی بکشیم، خب ما اینا نمیبینیم، اینا نمیبینیم، مثلا به خودمون میگیم اینو نمیخوام به این وصل کنم که این خط روند میشه، میخوایم از این قله یه خط روند بکشیم. باش میبینی تعداد برخوردام زیاد شد، تعداد برخوردام زیاد شد و خط روندی که من میخواستم تشکیل نشد. یعنی معنی اینجا اگه بخوام اینو تریدش کنم خط روند خیلی تعداد برخوردام زیاد شد. میگی خب این دیگه خط روند مناسبی نیست، بهتر من به فکر چی ترید با اساس شکستش. اینجا شکست، اینم ارده بلاک، اینم هر جور حسابش کنی یک ترید سودده تموم شده رفت. در همین ساده نیست، ولی با آموزش با یه سری نکات با تمرین میتونه اینجور چیزا رو از قبل تشخیص داد. ولی خب همیشگی نیست. به این فکر نکنید که میتونید با بازار مالی
با یک تکنیکال، با یک خط روند، حتی توش اگه استاد بشید یه استاب نخورید، یا مثلا وین ریت 80 90 70 اینا به دست بیارید. بزرگان این کارم وین ریتشون بیشتر 50 60 نیست. هر کی مثلا داره میگه آقا من وین ریت 78% دارم رو فلان استراتژی، فلان استراتژیش به درد خودش میخوره. من بسیار دیدم و بسیار تو این زمینه افراد مختلف رو دیدم که همشون فکر میکنن آقا ما یه استراتژی داریم فلان کار میکنم، بعدش که استراتژی میبینیم این اصلا ارزششو نداره. تو راحت داره که تو یه استراتژی داشته باشی وین ریت 50%، آر به آر 2، ریسک به ریوارد 2، عالیه. تو لازم نیست بری دنبال وین ریتی که 80 90% باشه سالی یکی پوزیشن میگیره. خب بگیره 80% ماهی یکی پوزیشن میگیره، بگیره 80% ماهی یکی پوزیشن، چه سودی داره؟ تو نمیتونی اون پوزیشن رو بگی من 20% ریسک میکنم. خب میدیم از اون 80% اون 20% ضررت اون ماه باشه، تو حاضری 20% سرمایه تو اون ماه ضرر کنی؟ نه. ولی اگه یه ویندو تو 50 داشته تو ماه 10 تا پوزیشن بگیری، 10 تا پوزیشن 5 تا سود میشه و 5 تا دو برابر، چون آر و آر 2 بوده میشه 10% سود تو اون ماه. بس تا ضرر آنچنانی هم نکردی، خیلی هم خوب. پس این در مورد بنده که در مورد وین ریت و آر به آر و مقدمه تکنیکال کلاسیک یا یکی از اصلی ترین جزءاش خط روندش.